حکومت جمهوری در دوران صاحب استقلالی کشور به ساحه معارف همچون ساحه کلیدی اهمیت اولین درجه داده برای رشد و پیشرفت این ساحه از تمام امکانات وسیع استفاده میبرند. در مقیاس ولایت در سمت بنیادی مؤسسه‌های با طلبات دور جوابگو، صنفخانه‌های ایلاوگی، تالار، میدانچه‌های ورزشی، روند سازندگی و بنیادکاری وسعت تازه کسب نموده است. یکی از عوامل بلند گردیدن صفت تحصیلات این در شرایط ارزنده و تعلیم و تربیت فرا گرفتن نسل آینده سازی کشور می باشد. در دایره سیاست خیرتمندانه و معارف پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان در دوام سالهای عملیگردی نقشه چهاربینی‌های 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان در مجموع زیاده از 510 انشاءات‌های گوناگون ساحه معارف عبارت از 4028 صنفخانه برای 100700 جای نشست در یک بس و در دو بس برای 201400 جای نشست ساخته به استفاده داده شدند. شماره زیادی انشاءات‌های گوناگون ساحه معارف مورد بهره برداری قرار گرفته، خوانندگان در صنفخانه‌های همه جهت جهازانده شده روند دانش اندازی را از خود نموده ایستادند. همه ساله خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی شهر و ناحیه‌های ولایت در آزمون و المپیادهای جمهوریوی و بین المللی فعالانه شرکت ورزیده به نتیجه‌های نظررس مشرف می‌گردند. این دستاوردها ثمره زحمت آموزگاران و در شرایط سازگار به علم آموزی فرا گرفتن آنها گواهی می‌دهد. در برابر مبلغ گذاری حکومت جمهوری، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت، عملی گردیدن لایحه‌های گوناگون وابسته به ساحه از برکت صاحب استقلالی کشور گواهی داده سال تا سال شرایط علم آموزی خوبتر و بهتر گشته ایستاده است. در سال سپری گردیده کارهای ساختمانی و بنیادکاری در مقیاس ولایت طبق نقشه طرحریزی گردیده به انجام رسانده شد. مؤسسه‌های تیپ نو، صنفخانه‌های نوبنیاد از حساب وزارت معارف و علم جمهوری با میز و کرسی و دیگر عیانیت‌های لازمه تامین گشته ایستاده است. در سال روان کارهای آبادانی در مؤسسه‌های تعلیمی شهر و ناحیه‌های ولایت با مرام ادامه داشته، هدف اساسی پیش از همه رشد ساحه معارف، بلند برداشتن سویه دانش و معرفت ذهنی طالب علمان میباشد. در دایره عملی نقشه چهاربینی‌های 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در دوام سال 2026 ساختمان و به استفاده دهی 242 انشاءات‌های گوناگون ساحه معارف عبارت از 1896 صنفخانه برای 45504 جای نشست در یک بست به نقشه گرفته شدند. تذکر باید داد که از شماره انشاءات‌های به نقشه گرفته شده در دوام سال 2026 84 انشاءاتش را بناهای ایلاوگی، 74 انشاءات صنفخانه‌های ایلاوگی، 21 انشاءات مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی نو، 19 انشاءات مؤسسه تحصیلات مکتبی نو، 36 انشاءات مرکزهای انکشاف بروقتی کودک، 1 انشاءات فیلیال مؤسسه تعلیمی، 2 انشاءات بناهای معموری شعبه معارف، 4 انشاءات تعمیری سراسری مؤسسه‌های تعلیمی و 1 انشاءات از نوسازی مؤسسه‌های تعلیمی میباشند. اهل معارف ولایت جواباً به غمخوری‌های پیوسته حکومت جمهوری نسبت به این ساحه پیشبرنده جامعه در نزد خود مقصد گذاشتند که شاگردان صاحب معرفت، صاحب علم و دانش، ایجادکار و نوآور را تربیت نموده جشن افتخاری ملت را با دستاوردهای نظررس استقبال خواهند گرفت.